مقصد ترغیب و تشویق کتاب و جلب هرچه بیشتر نورسان به کتابخوانی همساله در کشورمان از سنه 2 تا 9 اپریل فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار می‌گردد. در کتابخانه ولایتی بچگانه به نام امین جان شکوهی این چهاربینی با نفوذ فرهنگی با شکوه و شهامت خاصه آغاز یافت. چنانکه در قسمت رسمی افتتاحی فستیوال مسئولین کتابخانه تاکید داشتند برگزاری چنین تدبیرهای سودمند برای بلند برداشتن معنویات نورسان، بیدار کردن حس وطندوستی و هویت ملی آنها مساعدت خواهد کرد. نمایندگان ریاست فرهنگ ولایت، عالمان و اهل ادب از اهمیت مطالعه کتاب یادآور گشته نورسان را به دوست داشتن کتاب، احترام ارزش‌های ملی تلقین نمودند. اشتراکچیان فستیوال با آراستن محفل باشکوه همچنین 70 سالگی شاعر خوشبیان روزنامه‌نگار ورزیده محسن امینزاده را تجلیل نمودند. محسن امینزاده در ایجادات خود وصف وطن محبوب، زیبایی‌های طبیعت همیشه بهارمان را کرده با اشعار ناب خود شهرتیار گردیده است. خیلی خوب است که همه ساله در روزهای فصل زیبای سال بهار عالم افروز فستیوال کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزار می‌گردد. در این روز همچنین 70 سالگی یکی از همکار ما، دوست نزدیک ما، شاعر محسن امینزاده نیز تجلیل کرده شد. این کس در حقیقت از اولاد شاعران هستند و از پدرشان، از خواهرشان گویا که برای این کس میراث مانده است. تا امروز بسیار کتاب‌های این کس دسترس مخلصان نظم گردیده است. واقعا هرچه بیشتر جلب نمودن نورسان به کتابخانه، تشکیل ملاقات واخری‌ها با اهل ادب در معرفت‌ناکی و انکشاف تفکر ذهنی نورسان اهمیت کلان دارد. برگزاری آزمون جمهوری فروغ سوپ دانای کتاب است بهره دریافت چهره‌های نوی صاحب استعداد امکانیت‌های وسیع را فراهم آورد و گذراندن این فستیوال نیز می‌تواند برای نورسان راه‌های نوی دانش را بازگشاید. هدف از برگزاری این فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان نسل نورس را به واسطه به کتاب و کتابخانه جلب نمودن، در ضمیر دل نازک آنها بیدار نمودن حس کتاب دوستی و کتابخانه و برخوردار نمودن از فرهنگ نیاگان خویش می باشد. همه وقت در کتابخانه ما باز است، بیایند از دور معنویات این کتابخانه بهره‌ور گردیده معنویات خودشان را یعنی بلند بردارند. محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی و تربیت‌گیرندگان کودکستان‌های شهر خوجند با پیشنهاد برنامه ادبی موسیقی طبع حاضرین را بالیده نمودند. کتاب برای انسان مونس و غمخوار بوده، به هیچ کس و به هیچ چیز برابر شده نمیتواند. کتاب میتواند چون دستی بمینت ما را از همه درمانده ها رها بخشد. کتاب منبع حیات بوده، کس از مطالعه آن صاحب علم و دانش می شود. آن خزینه لغوی داشته، انسان را منور و درخشان ساخته، او را به نکوکاری دعوت می نمایند.